به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه مومن‌آباد با عریضه مرد 48 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که ماه آگوست سال 2020 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از زمین‌های چراگاه همین ناحیه سه سر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 14,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، مرد 39 ساله و جوان 24 ساله ساکن شهر کولاب همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، مرد 35 ساله ساکن ناحیه رودکی با گمان قلابی دستگیر کرده شد. نومبر سال 2017 با راه فریب به باوری مرد 42 ساله ساکن شهر دوشنبه درآمده از او 600,000 سومانی همچون قرض گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. همزمان هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، مرد 49 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان قلابی دستگیر کرده شد. نومبر ماه آگوست سال 2021 با راه فریب به باوری مرد 58 ساله ساکن پایتخت درآمده از او 4500 دلار آمریکایی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.